امروز 28 مارس 2025 عده‌ای از پناهجویان ایرانی که جواب منفی گرفتن از اداره مهاجرت اینجا جمع شدن. الان با یکی از این دوستان گفتگویی داریم. شما لطفا خودتون رو معرفی کنید. از وقتی که اینجا هستم کار کردم و شرکت کارآفرین برای اعتراض به فعالیت سیاست‌های عادلانه و غیر انسانی در سوئد اینجا جمع شدیم که بیشتر فعالیان سیاسی مثل ما که خطر شکنجه و اعدام براشون وجود داره نباید کار رو ترک کنن. شما چند مدت سوئد هستی؟ از سال 2019. در این مدت شما چیکار کردید؟ من خودم سوئد کار کردم و شرکت خودم را اندازه کردم. و بعد در صورت برگشت شما به ایران چه خطراتی شما را تهدید میکنه؟ جمهوری اسلامی هستم که دیکتاتور و دشمن اصلی مردم ایران و کردها هست و برای من که فعال سیاسی هستم خطر شکنجه و اعدام بیشتر مراتب بیشتر. از دولت سوئد چه درخواستی دارید؟ تقاضا میکنم که پرونده ها رو با دقت بیشتری و یک قانون کلی برای بررسی همه پرونده ها به کار نبرن. پرونده ها رو با دقت بیشتری و از نظر انسانی و قوانین بین المللی بررسی کنند و هیچکی رو به ایران برنگردونن چون خطرش اعدام و شکنجه براشون وجود داره. خیلی ممنون، تشکر. مرسی.